سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ من پیچی پارسا هستم و خوش اومدید ویدیوی امروز. بچه امروز اومدیم بریم که اخبار سیزن 11 کال آف دیوتی موبایل رو بهتون بدم. برید صفا سیتی عشق و حال، بریم که ویدیو رو داشته باشیم. فقط قبلش لایک و ساب یادتون نره، بعد بریم ویدیو رو داشته باشیم. خب بچه این از گان جدید رالی LMG لجنده که به نظر من گان خیلی خوبیه. خوب که نه، گان متوسطیه، ولی لجندش فرست پرسن که برمیدارید تو مولتی، منظورمه فرست پرسن یعنی همون اول شخص برمیدارید، خیلی گان خوشگلیه. کیل افکت آنچنان باحالی هم نداره، ولی ایمش خیلی شبیه هولگل لجند هستش داخل گردن رایگان هالووین، شبیه اون میمونه ایمش. به نظر من که زیاد جالب نیستش. اینم از چی بود اسمش آجی؟ اینم از اسکین لجند سیزن بعده که به نظر من خیلی قشنگه. فیونا لجندری، انیمیشن فیونا لجنده که به نظر من خیلی قشنگه. اسکین موومنتی هم بهش میخوره باشه، اسکین باحال و خفنیه، خیلی هم خوشگله. ولی این شنلش اگه مثلا بخواد جای کاور شات بزنی دیگه، کم مثلا نتتون پیدا میشه، کم کنی از دیوار میزنه بیرون و یکم کارساز میشه. اینم از کلاشه که ساعتشه که کلار نشون میده. اینم از کلاسش تو مولتیه که اینم داخل هواپیما اینطوری میاد، قشنگ خیلی خوبه. اینم لوت باکسشه که لوت باکسش خیلی شبیه لوت باکس سایرن متیک. وقتی فول آپگریدش میکنی یه دوتا چیز به لوت باکست میشه که میتونی خود انتخاب کنی که اون لجنده باشه یا اون اپیکه باشه. به نظر من شبیه اون اپیکه است. اینم از آیرون ساید اسکین لجندا، میگم اسکین گان لجندای سیزن بعده. اینم تمامی گان لجندای سیزن بعده که میخواد بیا، لوکاس، کولت، رالی لجند و AK 47 لجند که به نظر من خیلی خوبن. اینم از آیرون ساید گان اپیکای سیزن بعده برای بتل پس سیزن بعده. این رالی LMGه. من گفتم فکر کنم ویدیو رو سریع کردم چون LMG امکان نداره همچین سرعتی ریلود داشته باشه. من که کلا با این گان حال نکردم. حالا این گانیه که خیلی لگت داره. اینم کلیک سیکسشه. کلیک سیکسش ایمش خیلی شبیه چیزه FFAR عادیه دیفالت، ولی خیلی خوشگل درستش کردن اپیکش واقعا قشنگه. اینم کین 44شه. کین 44ش هیچ فرقی نکرده، فقط یکم رنگ به تهش اضافه شده. ایمش همونه، خشابش همونه، جلوش همونه، فقط اپیک شده. همین، فقط اپیک شده برای بتل پسه. اینم از دیلشه. دیلش خوشگله ها، خیلی دیل خوشگلیه، ولی با ایمش حال نکردم، ایم قشنگی نداره. اینم انیمیشنشه، خوشگله، رو ایمش شد قنداقش هم چیز نشسته، برف نشسته، ولی ایم قشنگی نداره. اینم اکو چه اپیک باشه چه لجند باشه، تو در هر صورت گانه چرت و مزخرفیه. گانیه که برداری میتونی برای خودت فوش بخری. به نظر من که زیاد حال نمیکنم باش. اینم از اسکینای سیزن بعده. بچه‌ها اگه میخواید ادامه‌شو ببینید تو پارتای بعدی واسهتون میذارم. لایک و ساب یادتون نره. فعلا خداحافظ.